کباب داریم. خوب کباب منتها غیر حرفه‌ای دستی قرار شده. طوری مشاهده میکنین این یک تعدادش بال است، یک تعدادش پاچه هست. این بال و پاچه را در یک سیخ با هم دیگه انداخته. این غیر حرفه‌ای است، به خاطر که یکیش زودتر پخته میشه و یکی دیگه‌ش دیرتر پخته میشه. به اون خاطر باید هر سیخ یک چیز باشه، یا بال باشه یا پاچه باشه دیگه. اما باش کراره زیاره اما جنسی چی باید یک چیز باشه که تا خوبتر و یک نواخت پخته شوه. دیگه جای شما دوستا خالی. بسیار کباب زیبا و قشنگ است. می‌بینیم رنگ‌های شکل رقم شده، اینه دیگه رنگ‌های دیگه رقم شده. بالو پاچه هم زمان پخته نمیشه با هم دیگه.